شماری از مالداران در ولایت غور از نبود علوفه حیوانی و عدم دسترسیشان به واکسین‌های ضد امراض حیوانی و همچنین کاهش قیمت مواشیشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که آنان در 3 سال پسین به دلیل خشکسالی و فروش حیوانات خود متضرر شدند. مالداران غور از دولت و مؤسسات خواهان توجه به وضعیتشان هستند تا بتوانند در شرایط کنونی به شغل مالداری ادامه بدهند و از همین طریق نفقه خانواده‌هایشان را. ما مردم از پدر تا بابا مالداری دیشه. کشتی زراعت میکرده. باز همین چند سال میشه که خشکسالی میاد، ولی همین سرایای مردم، همین زمینای مردم حاصلات نداره بخیر. یک کمیابی بشه که بار یک بار دو بار اگر اوج بشه دیگه خشک میشه. اما چوهای مردم خشک شده. باز با کوه که میره چیزی هم نمیاد مالگو. غیر از همین که همین میرمد گفت بدن خورسی بده. اگر خورسی بده کردم که همین ایوان میخوره. باز همین به شیردانش گیر میشه، همین تو گلره میشه. میکشه ایوانه. اما مردم همین 4 تا مال اگر نباشه زندگی هم نمیتونیم دیگه. زندگی ما سر همین مالداریه. دیگه ایده دیگه ما مردم غریب نداریم. این حالی به ما اگر کسی کمک همکاری کنه به همین چوهای ما، این حالی به همین حساب او هم کم بود. مشکلات سر مردم زیاده دیگه. بسیار سالا میشه که مقصد ما مالداری و گوداری داریم. این همین خشکسالی‌ها که بیامد از زیاد همین مالداری گوداری بسیار زیاد تلفات میتونه دیگه. مقصد مالداری زیاد میمارن، ترغک میزنه، مثلا کمبود علف هست که لاغر شد ضعیف شد میماره. یعنی مقصد همین تو چیزی هست. مال دیگه سالا که بود فروشات زیاد داشت، 1-2 سال میشه فروشات نداره چون مال بسیار لاغر ضعیف و ناتوانه. نه تنها نبود علوفه حیوانی و آب، همچنان بلند بودن قیمت دواهای حیوانی و شیوع امراض در بین حیوانات سبب شده تا مالداران غور با مشکلات زیاد مواجه شوند و از روی ناچاری مواشی خود را به قیمت نزلتری به فروش برسانند. مال بسیار دیگه به نرخ ارزانه. سالهای اول که بود مال گوشتش باشه، سال که آباد باشه، علف باشه، او باشه، مال گوشت باشه قیمت میشه. همین که حیوان که لاغر شد هیچ نمیشه. اما قیمتش بخیر اما دو نسبت مونده. ولی اول که بود مال خوب قیمت داره گوشتی جک. ولی که مثلا هم دو سال که خشکسالی میاد. اما دیگه مال لاغر میبری هیچ مرد کنه سعی نمیکنه. بخرم بسیار دیگه به قیمت کمی میگیره. اگر این تو کمک شو از طرف مسئول یا از دولت که ما مردم خوش میاد تا ما همه که دولت به ما کمک کنه، مسئول کمک کنه خیلی خوبه. این که باز ما مردم کمک هم ندیدیم تو دیگه نه کمک هم ما ندیدیم تو خیلی تو به مسئول ما کمک کرده باشه یا همه دولت کمک ندیدیم تو کمک. از سوی هم مسئولان در ریاست زراعت و مالداری غور نیز چالش‌های موجود در سد راه مالداران را میپذیرند، اما میگویند که آنان در همکاری با مؤسسات مربوط تلاش میکنند تا بتوانند مالداران را بیشتر کمک کنند و همچنین از شیوع امراض و تلف شدن مواشی آنان جلوگیری نمایند. علتش بیشتر خشکسالی است و کمبود علوفه اینا، خصوصا که ولایت غور او زمان مالداری اینجا نتیجه میده که سال خوب باشه و علوفه زیاد باشه. وقتی که علوفه و خشکسالی تعدید کنه نموز خاطر هم قیمت مال پایین میایه و هم مالداری سطح مالداری در اینجا کاهش پیدا میکنه. ما با برنامه ریاضی ما با اسای امدادرسان ما بارها تاکید کردیم، ان شاء الله باز هم تاکید میکنیم. با ما وعده سپردن که به خاطر جلوگیری از تلفات مواشی و مالداری مردم ما ان شاء الله کمک میکنیم و ما هم ان شاء الله در وزارت راهپوری را دادیم و مؤسسات کمک رسان امدادرسان هم گفتیم ان شاء الله امید است در زمستان پیش روی ما برای مردم که جلوگیری از تلفات مالدارشون ما یک کمک چشمگیر بکنیم. مالداری و زراعت بخش عمده‌ای از مشغولیت‌های باشندگان غور میباشد که بر اساس گفته‌های مسئولان در ریاست زراعت غور بالاتر از 85% مردم این ولایت به شغل مالداری مصروف هستند. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق